سلام. تا 4 ماه دیگر اجرای یک استراتژی مهم تاجیکستان و آن هم استراتژی دولتی سیاست جوانان به پایان میرسد. سند مذکور را سال 2011 9 سال پیش حکومت با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی کار جوانان و جلب آنها به برنامه‌های مهم دولتی قبول کرد. یکی از هدف‌های اصلی استراتژی تامین شرایط مناسب برای کار و زندگی و هم جلب جوانان به تهیه و تطبیق سیاست‌های دولتی خوانده شده است. آیا حکومت همین هدف و وعده‌ها را اجرا شدند؟ جوانان تاجیک شرایط مساعد برای کار و زندگی، استراحت و امکان رسیدن به آرزوهای زیاد خود را دارند؟ در برنامه امروزه گپ آزاد در همین باره صحبت می‌کنیم که آیا واقعا همین استراتژی را حکومت درست عملی کرد و به هدف‌هایش رسید. مهمانان برنامه امروزه ما رستم گلوف، بلاگنویس تاجیک از دوشنبه، عبدالقادر طلبکوف، خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام عبدالقاسم لاهوتی و هم زیوربانو رؤوفی، خبرنگار جوان تاجیک از اروپا است. به برنامه ما خوش آمدید. و سوال اول این است که حکومت در همین 9 سال تا کجا به عهد و وعده‌هایش وفا کرد؟ شرایط مناسب برای کار و زندگی برای جوانان که 70% اهالی کشورند فراهم آورد. و نخست شروع میکنیم از زیوربانو که یکی از جوانان کشور هستند. اولا سلام بر شما و به بینندگان برنامه شما. و اگر بخوام جواب به سوالتون بدهم، اصلا یعنی از سال 2011 به نظر بگیرید که 9 سال زمانی کمی نیست. در طول این مدت اگر حکومت واقعا میخواست، میتوانست با برنامه دقیق شرایط لازم را برای جلب جوانان فراهم آورد. این استراتژی به نظر من یک ظاهرنمایی بیش نبود، اما آنچه فعلا حکومت به انجام رسانده در طول این 9 سال تنها جمع آوردن یک عده جوان برای تبلیغ حکومتی حاضره و به منصب‌های بلند تعیین نمودن جوانان خانواده رئیس جمهوری کشور و اطرافیانشان بوده. و عبدالقادر که شما بیشتر از 10 سال در تلویزیون کار کردید و هم تلویزیون دولتی تاجیکستان و ظاهرا برنامه‌های زیادی هم راجع به جوانان آماده کردید. واقعا آنچه که زیوربانو گفتند به نظر شما درست است؟ البته کاملا درست نیست. شاید فیصد چند اندیشه هاشون، مثلا اندیشه خواهر عزیز ما، چون اندیشه خود اونها هست، هر کس حق اندیشه داره، ولی به هر صورت من تا این اندازه گمان نمیکنم که چنین باشه. استراتژی درست بود، جلب جوانان، ولی تا کجا عملی شد این سوال است. استراتژی تا کنون عملی نشده است، ولی در این مدت جوانان زیادی سر قدرت آمدند، حتی زمام راهبری رو در مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها، اداره‌های دولتی به دوش گرفتند. نظر شما چی هست رستم که آیا استراتژی اجرا شد؟ جوانان تاجیک شرایط مناسب زندگی و کار و رسیدن به آرزو یا که طوری در زبان تاجیکی میگویند خود تطبیق کنی دارند؟ در این حالت من بسیارتر با زیوربانو راضی هستم که در حقیقت این نه فقط همین استراتژی، اون هم استراتژی که در تاجیکستان قبول میشود بسیارتر گفتی روسا رادیکالش که قبول میشه. یعنی داریم استراتژی داریم، البته برنامه داریم اینه که در عمل تا چه اندازه آن تطبیق میشود البته که زیر سوال کلان است، چون که در اینجا یک میدانی بازی رو میدانی بازی است مانند از همین حالتی تطبیق کردن این گونه استراتژی و برنامه‌ها، چون که از بودجت مبلغ معین جدا می‌شود و مبلغ کجا می‌رود یک سوال دیگر پیدا میشه در اینجا و تطبیق کردن استراتژی یک طرف میماند و بگذار کمتر دغل هم شود، از خودکنی مبلغ هم یک مسئله دیگر در اینجا پیدا می‌شود که برای خودش می‌رود. عبدالقادر جان، مثلا اگر شما پاسخ میگفتید آیا چنین است که حکومت وانمود میکند که کمی 70% اهالی کشور رو میخورد یا که در واقع صمیمی هست که این برنامه ها را قبول میکنند؟ نه، البته صمیمی است. مثلا هم سرور دولت و هم حکومت جمهوری تاجیکستان صمیمانه میخواهند، از تحت دل میخواهند که جوانان در قلمرو تاجیکستان صاحب جای کاری شایسته باشند، مقام شایسته باشند، ولی نه همه وقت آرزوهای ما با امکاناتمون درست می‌آید. با چند جوان هم در خود دوشنبه صحبت کردیم. اگر مخالف نباشید صدای اونا رو هم بشنویم راجع به کار و زندگی و توجیهات که حکومت غمی آنها رو میخورد، بعد برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. جوانان ما اصلا باید
مطمئن باشند که بعد از تحصیل که 4 سال عمر خود را می‌گذارند به جای کار تامین باشند که اصلا این خیلی دیده نمی‌شود در مملکت. به فکر شما برای چی بیشتر جوانان از تاجیکستان میروند؟ برای آنکه جای کار نیست در تاجیکستان، میخوانند، دیپلم را میگیرند، جای کار نیست. برای همین اگر جای کار میشود چیزی خوب میشید و مهاجرت سفری به خارج هم میرفتن. بله پورا دستگیری میشوند. چطور مثلا ما دانشجوییم، خوابگاه داره. خوابگاه مثال جای خورد و خوراک دارد. در سامان همش روی چی رفته استن؟ به یگان کم بده. Tamam, дига мы ягом чи неёз надорем, ҳукумат ҳама тарафа дастгирӣ кардиса моро. Молодежь нуждается сейчас в наше время, вот в нашем Таджикистане, в нашем Душанбе, в свободе слова, во-первых, для девушек, в свободе, как нам одеваться, чтобы да, к нам не придирались, ну и, конечно же, в хорошем интернете. Дастгирӣ мекунад. Что? Хай бо ҷои кор таъмин мекунад, бо хай саводи кофӣ дошта, бо ҷои кори доимӣ, бо талаботи худи ҳамон ҷавонон вобаста таъмин карда мекунад. Студенты могли работать и учиться одновременно, чтобы это было легко, чтобы вакансий для молодежи было много для работы. چرا در تاجیکستان مثلا با وجود اجرای استراتژی و برنامه و دیگر جوانان به قدر کافی جای کار ندارند و به روسیه میروند؟ اگر اجازه باشد از زیوربانو شروع کنیم. دلیلی یعنی وقتی ما کودک بودیم در مکتب میخوندیم بیشتر میگفتن که اگر نقض نخونید، اگر که با استعداد نباشید، اگر که سواد نداشته باشید، شما مجبور میشوید یا به مهاجرت کاری میروید یا مردی کار میشوید. اما وقتی که بزرگ شدیم دیدیم که جوانانی که حتی استعداد دارند، سواد کافی دارند، 1-2 دیپلم دارند، اما به هر حال آنها مجبور میشوند به مهاجرت کاری میروند و دلیلش دیگر چی میتواند به غیر از این باشه که فضای باز نیست، جای کار نیست، معاش مناسب نیست، به زندگی نمیرسد و همین ها به فکرم سبب میشوند که از روی ناعلاجی میگویند که یک مقاله هست میگویند زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. هر کسی که میخواهد که زندگیش رو پیش ببرد در تاجیکستان اگر که تقا نداشته باشد به قوله به جای کاری مناسب تامین کرده نشود دیگر چاره نمی‌یابد به غیر از اینکه به مهاجرت برود و در روسیه اطلاعاتش را جستجو کند. و عبدالقادر واقعا از روسیه هم به ما زیاد زنگ میزنن، بعضی هم میگویند که من 2 دیپلم دارم یا فلان هنر را دارم، اما در روسیه در یک ساختمان کار میکنم که برای اون اصلا دانش لازم نیست و شما هم میدونید که در روسیه تقریبا یا که بیشتر از 1 میلیون تاجیک است و اکثریتشون هم جوانان تاجیک هستند. چرا چونین است؟ چرا در داخل تا حال نتوانستند که جای کاری مناسب حداقل برای نصف این مردم بیافرند؟ درست است، این کار کرده نمیشود. واقعا هم برای همه جای کار یافت نمیشود در تاجیکستان. بعداً معاشایی که در تاجیکستان در حقیقت میدن کم است، خورد است. مثلا من همچنین دیرکتری کتابخانه شهری به نام استاد داوطی، شما تصور کنید 1000 سومانی معاش میگیرم. کارمندی من از 600 تا 700 سومانی. تاجیکستان خورد است، کوچک است. با بالای این معاش در تاجیکستان بالا نیست. خیلی شما میدونید که 10 سال ما با جنگ و جدال سر کار داشتیم، اقتصاد ضعیف بود، خراب بود و حالا تا آنی که ما جنگ میکردیم همه بازارها در منطقه گرفته شدن. ولی کمی وقت در کار کنیم برای اینکه با این مردم جای کار دریافت کرد. رستم، به نظر شما چرا نمیتوانند یا نمیخواهند یا که سیاست گذاری نادرست است؟ مسئله کمپلکسی است، مسئله خیلی کشاد است و تنها با یک استراتژی گویم دایر به ساحه جوانان و پیشرفت جوانان یک ساحه الهیده و یک استراتژی الهیده این مسئله رو حل کردن نمیشه. به نظر شما مثلا حکومت چیکار باید کند تا جوانان شرایطی درست برای کار و زندگی و استراحت و تفریح و اونگونه که گفتم خود تطبیق کنی داشته باشند؟ همونطوری که اکای رستم گفتن واقعا این موضوع یک موضوع خیلی فراخ است و برای حل هر مشکلی اول باید عامل‌های مشکل به نظر گرفته شود و عامل‌های مشکل متاسفانه شرایطی دارد. مثلا من مثال یک کوچک میخوام بگم که وقتی که در مکتب تحصیل میکند جوان میگوید که زبان روسی بیاموز که فردا برایت مشکل میشود
این الکی در ذهن کودک همین فکر رو میگذارند که اگر کلان شد و باید مهاجر شود. یعنی این یکی از مشکلات است و باید معاش بلند کرده شود، باید جای جدیدی کاری ساخته شود. خیلی که گفتن باید که با صاحبکاران آزاد، یعنی فضای آزاد با وجود بیارن که صاحبکاران وطنی خودشان جای کاری تامین کنند، یعنی بسازن برای بقیه. و باید که فساد و خش و تباربازی در زمینه انتخاب کادرها به حدی اقل، یعنی یا که اصلا باید که نیست کرده شود تا واقعا جوانانی که استعداد دارن، لیاقت دارن و میتوانند یک فایده بیارن و فعالیت رو درست براهمونند، آنها به کار جلب شوند. با یک نکته زیوربانو راضیش میتوانم. در تاجیکستان خش تباربازی هست ضمن تقسیم وظیفه ها، ولی با دیگر نکته بانو زیور من نمیتونم راضیش که از خوردی گوییم که روسی یادگیر که مهاجر میشوید. هیچگاه یگان پدر و مادر با این آرزو و آرمان فرزندش را تربیت نمیکنه. باید برنامه‌های بسیار جدی ملی تهیه کرد. طوری که گفتم بازارها در منطقه گرفته شدند، کاری آسان نیست. مثلا شما کاغذ استحصال میکنید، در مقابل کارخانه‌های خیتای بانکرات میشوید یا اینکه مفلس. فرضاً شما پول استحصال میکنید در تاجیکستان، مفلس میشوید. اکنون چی کار باید کرد؟ باید بازار را آموخت و در زمینه این آموزش باید کارخانه‌های تولید کرد که واقعا هم این کارخانه‌ها رقابت پذیر باشند و جوانان زیادی در اینجا جلب شوند. امکانیتی هست که در ساحه اقتصادیات کشور دیگرگونی ها را براهمان میتواند که حکومت کشور این کارا کرد. از جمله اگر که اهمیت دید برای محض در دوره هم یک دو سه ماه بعض تعطیل های اندازه پیشنهاد کرده شدند، بعض شرکت ها از انداز عموما آزاد کرده شدند، اما این نمیتواند که یک گویم چاره همین خیلی کوتاهی اقتصادیات به پیش رود و همین گونه چاره ها باید که نسبت تمام صاحبکاران جوان خصوصا مثلا پیش بینی کرده شد. وقتی که صاحبکار کار آغاز کرد در دوام یک چند سال شاید که را باید از انداز آزاد کنیم تا اینکه همون صاحبکاریش به پیش رود و رشد کند و یک سطح معین دکی رسید، الکی بعد میتواند انداز خود را سپارد. تجربه دیگر عموما پست کردن انداز، کم کردن مقدار انداز و از جهت دیگر بیوروکراتیا هست، یعنی همین کاغذبازی که یکی از عامل‌های مهمترین موجودیت فساد است. تا اون دمی که من همچون صاحبکار، همچون شهروند احتیاج به امضای یگان منصبدار دارم، تا همون دوره تا همون زمان فساد در کشور جا دارد. برای همین یکی از راه‌های کم کردن فساد این کم کردن بیوروکراتی است و با همین راه‌ها با همین واسطه میتونم که البته که با این جوانان امکانیت داد که خودشان جای کاری تشکیل کنند، امکانیت داد که خودشان تشکیلات و کارخانه بنیاد کنند و با همین راه از جمله یک قسما مسئله بیکاری را نیز حل کرد. و واقعا هم برادر ارجمند موافقم، راضی هستم. شرایط صاحبکاری در تاجیکستان هست، فقط واقعا هم بانک‌ها فایزها را خیلی بلند کردند و امتیازها نیست، سوبسیدی‌ها نیست. اینچنین خوب میشد که مثلا در تاجیکستان که کشور اگراری هستیم، مثلا ما میگویم صنعتی نیست، اگرا بیزنس خیلی خالی است ولی اگرا فعال نیست. اگر خیلی با فایزهای پست همین جوانان بسیار میخواهند که در ساحه خواجگی قشلاق هم تجارت داشته باشند. من با استاد راضی نیستم به خاطر اینکه دیگر ما به اون زمان رسیدیم. یعنی نگاه کنید که ما 29 سال 30 سال از الکه استقلالیت داریم و یعنی خیلی نظری تنگ، فکری تنگ داشتن که فقط مثلا خواجگی دهقانی، فقط نمیدونم مزرعه دار بودن، چوپان بودن. ما دیگر باید از این فکر بیرون ببریم. کشورهای همسایه ما، دیگر کشورهایی که مثلا هستن، همه رو به قول میگن با کهکشان میروند و نمیدونم از روند برنامه سازی و اینترنت و کامپیوتر استفاده میبرن. در تاجیکستان این امکانیت وجود دارد که مثلا جوانان رو به همین راهها جلب کردن. برای چی ما فقط در فکر این هستیم که از همین یک وجب زمینی که داریم استفاده بریم و گاوچرانی کنیم؟ فکر میکنم این درست نیست. یعنی الان جوانان این چیزا نمیخواهن. من همچون یک جوان میگم جوانان بیشتر میخوان که با دانش و فعالیت‌های علمی با فعالیت‌های به قول تر و تمیز، نه با کاری مثلا مهنتی فقط چوپانی و
مزرعه‌داری بند شود. همش خب ایستا میشود. من نگفتم که شما چراگاه روید یا پادابانی کنید، ولی باز هم قسمت زیادی جوانان هستن در تاجیکستان و این کار مشغول میشوند. آیتی تکنولوژی رشد کردن نکرد، ساحه کامپیوتر تکنولوژی رشد کردن نکرد، ولی امکانات در تاجیکستان هست نیست. تشکر. زیاد صحبتی داشتیم درباره اجرای استراتژی دولتی جوانان تاجیکستان که 9 سال پیش قبول شد. زیور بانو رؤوفی، خبرنگار جوان مقیم اروپا، عبدالقادر طلبکوف، مدیر کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی و رستم گلوف، بلاگنویس تاجیک در برنامه امروزه حضور داشتند. تشکر برای صحبت.